وان ابی ایوب، از حضرت ابو ایوب انصاری روایت بوده است که گو از پیغمبر خدا شنیدم که حضرت گفت من توضع کما امر، چه خیلی که من امر کردم هر کسی طهارت کنه، و صلی کما من امر، چه خیلی من امر کردم همون خیلی نماز خوانه، غفر له ما تقدم من عمل. امام نسائی روایت کرده حدیثه که چه خیلی من امرش کردم همین خیلی نماز خوانه، خداوند تمام گناه های گذشتش عفو میکنه. همین نماز، طهارت، قسم به خدا این داروی هست که تمام گناه هم میرزونه. این دارو من آدم دندانش در میکنه داروکاوی میره. این ماهی که سر تا پا دارو همش. این نماز، این کثرت سجده و چیده میگریزه، 8 رکعت میخونه گرفته میره اخی و 20 رکعت خونه که اخی پگه گناه میرخته. من حدیث های صحیح بوده که کسی زیاد سجده کنه گناهش نمیمونده، کسی زیاد سجده کنه او جنت میرفته، کسی زیاد سجده کنه گناهاش میسوخته. شما ای پیش ختم چه دین سازی میکنید؟ من حدیث های صحیح های کنم اینو همش. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کثرت السجود معین علی دخول الجنه، هر کسی را سجدش زیاد باشه، رکوعش زیاد باشه، سجودش زیاد باشه، او یکم جنت میدر آمده. برای همین شما سجده را باید ما زیاد کنیم. پیغمبر ما قیام اللیلاش در رمضان پنجه های مبارک ورم میکرد قسم به خدا، ولی ما اوخی نماز نخوندیم. اوخی نماز را زیاد کنیم، با وجوده که 20 رکعت تراویح های، غیر 20 رکعت با تان شواب با قیام اللیل کنه. حضرت عثمان میگه 2 مصحف در دست عثمان، 2 قرآن میگه در دست حضرت عثمان بود، از بسیار خواندن میگه ورقای قرآن میگه لخت شدگی بودن. شبهای رمضان حضرت عثمان میدیده میگه سوره بقره رقتی آل عمران در 1 رکعت میخوان، میگه بعد از اون میام سوره یاسین در رکعت دوم قیام اللیل شام میخوان. ولی ما هیچ عبادت نداریم، این چی خواندن 1 ساعت و 10 مینوت؟ این ماها همینه، سالها میگذره و نام عثمان میمونه. این ریاضت همینه. فقال نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قرآن میگه هر آن سخنی که از جانب شما از دهن شما هر حرف میبراید او را ملائکه ها مینویسند. هر یک سخنی که از دهن شما میبراید نام اون ملائکه ها رقیب عتید بوده، اونا جاش تا مینوشتن میموندیان. این شوخی نیست گفتن، شما گمان نکنید اگر آدم به همین آیت عقیده داشتگی باشه قسم به خدا گپی به معنی در بدنش میلرزه. ما یلفظو، هر لفظی که از بدن شما میپره از قول، هر دانه لفظ گفته اصلا عربا چی میگن؟ اخذت تمرتا و لفظت نواد. چنی دانه خرما همه قگ لفظ ای بدن شما میبراید دهنتان میگن، مگر ملائکه هایی هستن که نام اونها را رقیب عتید میگن، در حال مینویسن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که هر آن فرزند آدم یتکلم بخیرین او بشرین، چی نیک گپ میزنه چی بد گپ میزنه او را حساب میکنن، در نیکاش ثوابه، در بداش فردا حساب میخوره چو کرد نمیکنه. برای همین هر یک ما باید فکر، ما گناه هم داریم، معصیت هم داریم. قرآن ما 3 تقسیم بده. تمام قرآن اول پیغمبر خطاب قرار میده که ای پیغمبر تو نماز میخونی، ای پیغمبر تو زکات میدی، ای پیغمبر تو حج میری. اگر این حبیبی من حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگه اگر این پیغمبر بعض الاقاویل ای پیش خودش هر گپ میگفت و در قرآن میآوردش شأن بازی میکرد، ای پیش خودش شریعت سازی میکرد، قرآن میگه لاخذنا بالیمین، خدا میگه من با دستام خودم میگرفتم گردنش خودم میکندم. این چیزی که این حبیبی من میگه همش ای جانبی من نمیگه، من خودم میگه حبل الورید
همین گردنش رگاش خودو میبریدم مگه خدا این ای پیش خودش گپ نمیزنه این شریعت نمیسازه چیزی که هست میگه این ای جانبی انما رب العزت میبیو چی صحبتی که رسول اکرم کرده چی قوله که جناب پیغمبر گفته والله همش حقه این شوخی نیست شب معراج فیلم قیامت رسول الله تماشا کرد شب معراج فیلم قیامت دید حضرت بعد از او آمدن چقدر گریه کردن که حال پگه و عظمین بده این طرف هم باید ما فکر کنیم هیچ محال تکیه نکنیم که ما فقط کاری خوب کرده گشتیم بعدی ها موندم جواب میتیم بعدی ها موندم چیکار میکردیم جواب میدادیم خب ما درباره حدیث های مغفرت صحبت کنیم قول این بزرگوار را گفتیم ما درباره حدیث های مغفرت یک حدیث هم باشه درباره همین صحبت کنیم یکی از مسئله هایی که گناه بخشیده میشده آبرو بلند میشده این چی بده بسیار سجده کردن آدم جنت میبرده گناهاشو میسوزانده و عن ثوبان ای ثوبان غلام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت بده است حضرت این غلام خریده آزاد کرده بودیم میگه از پیغمبر پرسیدیم که یا رسول اکرم یا رسول الله یگان عمل ده برای ما گپ زن که به این عمل کنیم و جنت رویم و به واسطه این عمل خدا ما را دوست داره او به احب الاعمال الی الله یک عملی را گپ زن من کنم دوست خدا شوم حضرت گفت علیک بکثرت السجود ثوبان سجده بسیار کن به درگاه خدا فانک لا تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجه هر کسی که در سجده سبحان ربی الاعلی میگه پیشانش در زمین میمانه مگر خدا آبروی او را برابر عرشش میکنه استکثروا من السجود روایت امام مسلم کرده که سجده زیاد کنید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند یگان حالتی بنده را مثل سجده ندیدم وقتی که سرش میمانه در سجده میگه سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی یگان پرده بین او بین خدای رب العزت نیست که خدا تمام دعاش قبول کنه هر یک ما ملائکه داریم که نامی او کرامن کاتبین های اینا قرآن حکایت میکنه یک ملائکه را یک بخشش اپراولینش نامش چی بودن کرامن کاتبین از این نماز عصر به این نماز عصر دو تا ملائکه بوده است که کرامن کاتبین اونها یک تاش در زیر عرش میشیشته است یک تاش در زیر زمین هفتم اگر ما کاری خوب کردیم در او پیامک می اومده از اگر او زمان در پیامک میگفتم من میخندید صاحبشنی میگفتم از او بری اقیانوس دنیا اومده صاحبشنی روی میکنم همین جدا می بیایی مسجد میدروی در وقت چرقص میشه که فلانی مسجد رو اومد همون رو مقصد دیگه میگه همون ورق میگرفت از در نامه اعمال میمونده بعد ختم قرآن با پیامک می اومده با اگر یک مبادای میل گناه کرده پایانیش نمیرفته با اون میگه میگیره حساب میکنه در همین جا میمونه از این نماز عصر به این نماز عصر کرامن کاتبین علیش میشیدیم هر نماز عصر علیش میشیدیم این دو تاش میرفته دو تای دیگه میامده این دو تا رو نمیشناخته دیدگی نبوده نگم بود این دو تا میرفته است این دو تای دیگه میامده است اگر یک سال ما 365 روز باشه به دو ضرب زنیم که یک سال ما چند قدر ملائکه علیش میکنیم اگر خدای کرده ما 70 سال 80 سال عمر بینیم فکر کنیم که چند شاهد داریم روز قیامت کجا میگریزی کجا میریم یک مراتبه همین کسی به ملائکه ایمان نبیاره کافر میشه یا نه ملائکه حقه آخی و نفس میبیارن و خوراک میبیارن و ما رو خواب میکنن و ما رو بیدار میکنن با یک تای همین نامش کرامن کاتبین بوده این قرآن میگه و رو چیز امر میشه و میگه اونها رو مینویسن میگه یک تا به یک تا انا هر کس اکنون کرامن کاتبین پیش نظر آوردن گیره و در طرف چپ راست ایمان نیستن که جشتگی باشن مقصد ای راست ثواب و خیر و برکت
مقصد از چپ شومی یا بدی و یا در دیگر جاشتگیان همین چی کار میکنی و یا در رفته چه خبر. برای همین شما وقت طول این روزا نگاه کنه، این روزا ما چی کار میکنیم غیر عملهای ثواب ما؟ یک قاشق جرغاد یک ستیل شیر رسوا میکنه. اگر کوهستان رو زندگی کردگی باشه سریا کامپیوتر اوچا ما میخواستن میگفتن که ببین یک جرغات خوب کنم، یک قاشق همین جرغات میگیره در دری شیر میخل میکنه، هم خلاص یا نه؟ گیردیم رو گرم میکنه، بعد 2 ساعت 3 ساعت یک ستیل شیر جرغات میشه. یک قاشق جرغات 10 لیتر شیر رسوا میکنه و یک عمل هست که 10 ساله ثواب میسوزونه. ما باید شوخی نکنیم. یک عمل هست که من نمی میبیایم شوخی میفهمی، ممکن که 10 ساله نماز سوزه 1000 درزه علف به یک گوگرچو بلو میزنه، همین خیلی میسوزه خاکستر شده میروه. این طرف گناه هم ترسیم با همون این برم همین خیلی این شوخی نیست که همه کارهای ما قبوله، یگان گناه ما قبول، ما گناه نمیکنیم. نه آخی این برشان فکر میکنه این طول روز ما چکار کرده گشتیم. و یکی از بسیاری از مسلمان ها یا گفته قسمتی از مسلمان ها گمان میکنن که طاعت بسیار دارن، نسبت گناه اهمیت نمیتین خودشانه. سببش همین است که آنها قرآن به معنیش و قرآن مقصدش نفهمیدن. کسی که مقصد قرآن نفهمه خیال میکنه که خیلی ثواب دارم، خیال میکنه که خیلی گناهم کمه. باید میگه آیه های قرآن هر یک تاش پرسیده شوه و هر یک تا او فهمیده شوه. لانه لا یحاسب نفسه، یک بار شیشتن تاقیمان برای ما قاضی نمیکنیم که همین ما پگه کجا میریم، مقصد از آمدن ما همیجا چیه. قرآن برای 3 چیز گپ میزنه. 3 چیز قرآن 3 تقسیم های: ایمانی به خدا، ایمانی به حضرت محمد مصطفی و ایمانی به قیامت. تمام قرآن چند تقسیم بده؟ 3 تقسیم. فردوسی کتاب نویس نامش شاهنامه مون، اینش نامش بهارستان مون و شاعر نام کتابش گلستان مون، اینش بستان مون. قرآن نامش اصلا خدای نامه، ای جانب خدا چی؟ یک خبره. 3 تقسیم بده. 3 تقسیم معنیش همینه که یکم میگه ایمانی به خدا یگانه بیاری قرآن، دوم میگه ایمانی به پیغمبر آخر زمان بیاری صلی الله علیه و سلم، سوم میگه به قیامت. همین قدر کاری که ما میگیم همین برای چی هست؟ قیامت، آخرت. همین میگه والله یحاسب نفسه. شما میگه یک بار شیشته میگه تا قیار قاضی نمیکنه در پیشتان مانی همین خیلو یک کم تر فکر کنی که آخر عاقبت همین کار چیه؟ چیه عاقبتش؟ ولا یتفقد معاصیه، یک مراتبه گناه ها را مقصد از قفای نیست شدنش فکر نمیکنی. و قیامت باشه، قیامت حق بده، از قیامت بده. قرآن مقصدش همین آمده که ما ایمانی به قیامت بیاریم. این گناه قطعی کجا میریم؟ کجا میریم این گناه و معصیت قطعی؟ و اذا عمل طاعتا حفظها و اعتد بها كالذي يستغفر الله بلسانه او يسبح الله في اليوم 100 مرة ثم يغتاب المسلمون. هر وقتا که مسلمان عمل میکنه، طاعت میکنه، او را حفظ میکنه، به همون تکیه میکنه، مثل استغفر الله گویی ها بارین و سبحان الله گویی ها بارین 100 بار، بسیار کارهای خوب میکنیم. بعد از آن با نگاه میکنیم که دندان تیز کردیم برای غیبت مردم. همین رو سبحان الله داریم، الحمدلله داریم، نمازهای خوب، قرآن داریم، اما برابر این با غیبت همون هم خوبه. میگه از دانشمندان نوشته که اسلام امروزه مسلمان هایی که هممون میبینیم که من هم مسلمانم، اسلام کاریکاتورگی هست. چه خیلی اسلام کاریکاتور میشده؟ گفته یک آدم مسخره کنی کاریکاتور میکشی.
بینیش کلان میکنی، لواش میدان، شکمش کلان میکنی، پاکاش باریک که وای مسخره کنی. گفته اسلام امروز مسلمانا کاریکاتور کرده گیان. نمازخوانی نقض، دروغگویی خوب، روزگیری خوب و عقی پدری نقض، برابر رفته سنگردش. زکاتهی خوب و منمنی نقض، خیر احسان خوب و با زینای نقض. همش میگه یه جای بردستیان که باید که ابلیس هم خفه نشود. میگه اسلام اخشان کاریکاتور کردیان با گفتستیان که چون مسلمان ها پیش نمیرن. میگه یک مراتبه میگه ایقا کارهای خوب میکنه، از قفاش میگه کارهای بدم احتیاط شوه اوخی. خیلی گمان نکنه که کاری بده که میکنه او را نمی نویسم. و اینکه وقتی که همین کاری که میکنه گفته ای قفای مسلمان ها غیبت و تمام مقصد خطی مسلمان مسخره. یک صحبت های ما میکنیم قسم به خدا در طول روز گفت از غزالی که خدا از این صحبت های ما بسیارش راضی نیست. ای بسیاری همین صحبت های ما کارهای ما گفته خدا راضی نیست. من غیر حسرین آقای چوه گیردی خانه تا محکم میکنی گفته یک بار ایمان تا محکم نمیکنی و چوه پول تا محکم میکنی گفته توفیق تا محکم نمیکنی و چی با گفته باغ تا محکم میکنی گفته قلب تا محکم نمیکنی. آقای این پول نیست شدنی های، مال نیست شدنی های، باغ صاحبش دیگه آدم میشوه، اما این ایمان با گور میره. قسم به خدا یک بار گفته شما فکر نمیکنی آخی چوه ایمان محکم نمیکنی، چوه گفته ایمان غمشان نمیخوری، چوه این عمل را غمشان نمیخوریم. همه و برای 4 تنگه میفتگی که در 10 خوند لباس بجاش میکنی، غمی او را میخوری. اگر خدای نکرده یک از 10,000 20,000 تا نداد که 10 جمعه برایی، اما امروز نماز 7 قدر قضا میشه پروا نمیکنی. شما گفته یک باری را فکر نمیکنیم. رمضان انامینه یاخی کمبوتی ها را حساب کنیم. چون غمی یک نقود و 4 کاغذ و 4 تیلا را میخوریم، غمی همین 2 روز یک کس غمی وقت نمیخورم، یک کس گفته غمی عملش نمیخوره. پگه اینم در کاره. بعد قیامت که ایمان داریم و چیکار کرده گشتیم و عددین حساب نمیکنیم. و یکون نظر الى عدد سبحته، امروز حساب میکنیم که چند سبحان الله استغفر الله گفتیم، اما غافلیم از امروز تا بگه ما چی عمل کردیم که با او نسوزم. برای این برادر این شبها ریزش گناه های، این شبها رحمت الله های، این شبها نزدیک شدن به حضرت محمد مصطفی است. این شبها را دست نتیم. پروردگار ما را برای راست هدایت کن، ما را توفیق ده، ما را عزت ده، ما را آبرو ده، ما را حمیت ده. یک برادر مانم از دنیا گذشته بوده، دوست یک برادر ما بوده، خواهش کرد که همین روز بیمار در دنیا گذشته. خدایا با برکت این دعاها و با برکت این رمضانی ها قبرش پر نور و روحش شاد گردان. این مسجد آباد و زیبا نگه دار. عاقبت کاری ما را خدایا به خیر، ایمانی ما را به سلامت گردان. آمین یا رب العالمین. صفا را راست گیری، ایجاتان خیزه.